نزدیک به 12,000 کشته و زخمی آمریکایی و اسرائیلی در جنگ با ایران. ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده که این کشور تا اکنون نزدیک به 12,000 آمریکایی و اسرائیلی را در جنگ کشته و زخمی کرده است. پنتاگون اعزام 10,000 نیروی زمینی به خاورمیانه را بررسی می‌کند و رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته ارتش کشورش در حال فروپاشی داخلی است. مالیزیا لومړي وزیر هم د سیمې په وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او هیله یې وښوده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي لنډمهالی توقف دوام وکړي او شته ستونزې د مخلصانه مذاکراتو او تفاهم له لارې حل شي. آمادگی به میانجیگری و تاکید مالزیا برای کاهش تنش‌های افغانستان و پاکستان. نخست وزیر مالزیا در گفتگوهای تلفنی جداگانه با رئیس الوزرای امارات و نخست وزیر پاکستان گفته تنش‌های جاری به نفع هیچ کس نیست. وی افزوده کشورش به رسمیت شناسی امارات اسلامی را بررسی می‌کند. وزارت خارجه پاکستان اما از اثرگیری حمله به افغانستان پس از آتش بس موقت خبر داد. و غیر قابل قبول خواندن حضور دیگرباره نیروهای آمریکایی در بگرام. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید مسکو احتمال استقرار دیگرباره نیروهای آمریکایی در افغانستان را غیر قابل قبول می‌داند و بر پابندی امارات اسلامی بر نسپردن این پایگاه به ایالات متحده امیدوار است. سلام، من اسم